اولین مرحله بعد از اینکه بیس چوبی آماده ماهو خریدین، باید یه لا یا اگه دوست داشته باشین 2 لایه روش دکو پرایمر یا پرایمر بزنید، برای اینکه باعث بشه خمیرمون به خوبی روی سطح چوبمون بخوابه و راحت بتونید باهاش کار انجام بدید. برای خریدن دکو پرایمر یا پرایمر هر برندی که مد نظرتون باشه رو میتونید بخرید. هیچ محدودیتی وجود نداره. بعد از اینکه دکو پرایمرتون خوش شد، باید خمیر رو روی سطحتون بمالید. حالا میتونید خمیر میکروسمنت رو آماده تهیه کنید یا پودرش رو بگیرید و خودتون خمیرش رو درست کنید که خیلی به صرفه تر در میاد. تو پستای بعدی آموزش درست کردن خمیر رو بهتون میگم. قشنگ خمیر رو با دستتون روی سطح ماه پخش میکنید. یا میتونید با کاردک که در ادامه تو ویدیو میبینید این کار رو انجام بدید. کاملا سلیقه‌ایه. اینجا نگاه کنید، من این خمیر رو با کاردک پلاستیکی که توی همه ابزار فروشی ها هستش میتونین خمیرتون رو پخش کنید. بعد از اینکه کامل خمیر رو پخش کردین، اینجاش خیلی جالبه. میتونید با یه پلاستیک قشنگ روی سطح خمیرتون پخشش کنید و بهش فرم بدید. پلاستیکتون رو میتونید 1 لا یا 2 لا کنید و هر بافتی که دوست داشته باشین و اینجوری مچاله کنید و به خمیرتون بافت بدید. قشنگ عین ماه میشه. میتونید اصلا قبل از اینکه این کار انجام بدید یه دونه ماه، عکس ماهو کنارتون بذارین و طبق اون این کارا رو انجام بدید. نگاه کنید، من قشنگ پلاستیک رو اینجوری مچاله میکنم و خیلی راحت، اصلا کار سختی نیست. خیلی راحت به خمیرم فرم میدم. و بعد از اینکه خمیر شکل گرفت، پلاستیک رو آروم از روش برمیدارم که تقریبا یه همچین بافتی ایجاد میشه روی سطح ما. حالا این بافت رو شما میتونید همینجوری بذارید بمونه یا مثل این ویدیو آروم یه ذره با کاردک بکشید که سطحش برجسته نباشه و یه بافت میکروسمنت ایجاد بشه. اینطوری قشنگ یک نواخت بشه و صاف بشه. دیگه اینم سلیقه‌ایه که دوست داشته باشید اینجوری خمیرتون صاف بشه یا مثل ویدیوی قبلی برجسته بمونه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، با هر وسیله‌ای که تو خونه دارید، اصلا نیاز به خریدن ابزار مختلفی نداره، با در وسیله‌ای که تو خونه دارین میتونید یه همچین بافتی رو روی کارتون ایجاد بکنید. در واقع اون حفره‌های ماهو باید بین الان روی خمیر پیاده کنید. خیلی بامزه و راحت. در ادامه برای اینکه طبیعی تر بشه، با کاردکتون میایید دور اون لبه هایی که ایجاد کردین و یه حالت برجسته میکنید که شکیل تر و قشنگ تر بشه. قشنگ اینجوری حفره ایجاد میکنید. حالا بعدش میتونید با یه قلمو اون حفره ها رو به سطح ماهتون که اول خمیر گذاری کردین بچسبونید تا کاملا یک دست بشه و اون خطایی که ایجاد میشه مثل خطایی که روی خود ماه هستش براتون ایجاد میشه و خیلی طبیعی تر و قشنگ تر میشه. نگاه کنید، قشنگ من دارم با قلمو اینجوری خط ایجاد میکنم که به اون سطح پایین ماهمون میچسبه و این تعداد حفره هایی که بخواین ایجاد کنید به خودتون بستگی داره. خب هرچی بیشتر بشه قشنگ تر میشه. حالا در ادامه نگاه کنید، وسط ما همیشه حالت برجسته تر و سه‌بعدی تر داشته باشه. من 2 لا خمیر گذاشتم که وسطش بهتر باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید و ما رو لایک و سابسکرایب کردین.